خیام اگر ز باده مستی خوش باش، با لاله رخی اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی هستی خوش باش. فریبا هستم، مدرس ادبیات. ربایی زیبایی بود از جناب خیام. خیام در این دو بیت میخواد به ما بفهمونه که در حال زندگی کنیم، خوش باشیم. اشاره به گذشته و آینده نکرده. میگه اگه الان داری باده مینوشی، مست باش، خوش باش و به فکر غم و غصه نباش، به فکر آینده نباش. هرچی هست در همین حال زندگی کن. کاری که ما بیشتر انجام نمیدیم و بیشتر قصه قدیم رو میخوریم و ترس از آینده داریم. خب جناب خیام سالها پیش به این نتیجه رسیده که باید از حال استفاده کرد. با لاله رخی اگر نشستی خوش باش. میگه لحظه حال رو دقت کن، خوش باش و از الانت استفاده کن. عین مصرع قبلی، اگه داری لحظات عاشقانه‌ای رو با معشوقت، با یه لاله رخی، با یه زیبارویی سپری میکنی، شاد باش. نگو این نکنه از دستم بره و غم گذشتم نخور و نگران این نباش که آینده چی میشه. ببینید داره ما رو نصیحت میکنه، ما رو سوق میده به طرف اینکه در حال زندگی کنیم، هیچ نگرانی از گذشته و آینده به دلمون نیاد و هر لذتی داریم نهایت استفاده رو داشته باشیم. مثل بعدی چی بود؟ چون عاقبت کار جهان نیستی است. ببین میگه وقتی ما فهمیدیم که دنیا از بین میره، عاقبت ما هم همه مرگه، میریم دیگه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، هممون یه روزی دار فانی رو الوداع خواهیم گفت. حالا ما وقتی میبینیم همه چی فانی از بین میره، این لحظات از بین میره، چرا باید خودمون رو ناراحت کنیم؟ بخندیم، بگیم، خوش باشیم و از لحظاتمون نهایت استفاده و لذت رو ببریم. انگار که نیستی، چون هستی خوش باش. خیلی قشنگه این. میگه فکر کن الان تو مردی، خب تمام، لحظات خوش از دست دادی. الان به فرصتی دوباره دادن که داری زندگی میکنی. این فرصت دوباره‌ای که به دادن با این تجاربی که داری چیکار میکنی؟ یک لحظه فکر کنه مرده، دستش از دنیا بریده میشه. چرا این کار نکردم؟ چرا این لذت ها رو نچشیدم؟ چرا همش غم و غصه خوردم؟ فلان و بهمان و از این صحبت ها. خب تو الان نمردی، بس بیا همین الان استفاده کن. خیلی نکته جالبیه. زندگی دوباره ای الان داریم، پس بیایم لحظات غنیمت بشمریم و تو فکر هیچی نریم و از این موقعیتی که داریم هر کسی در هر جایی در هر زمانی لذت ببره. امیدوارم که همه شما شاد باشین. اگه این ویدیو براتون مفید بوده لایک کنین و به دوستانی که فکر میکنین علاقه‌مند هستن به این برنامه‌هایی ارسال کنید. موفق باشید.